خب خانم، حالا من میخوام روش جا دکمه زدن رو بهتون یاد بدم. متفاوت هست از بافت جا دکمه هایی که تا حالا یاد گرفتین. من جای دکمه ها رو مشخص کردم. خب حالا میخوام دقیقا اینجا روی این خط خب جا دکمم رو ببافم. من 9 رج 8 رج یا 9 رج من بافته بودم. خب دوتای وسطش رو گیر میارم. دوتا دونه وسط اینه دیگه، درسته؟ یه خورده میکشم تا شل بشه. خب حالا این دونه این سمتیشو میگیرم، از اینجا ببینید میکشم بیرون. ببینید خوب به دستم نگاه کنین. دونه بغلیشو از زیرش میکشم بیرون. خب